هممون میدونیم که آتیش پلاستیک رو جمع میکنه، مثل همین اتفاقی که اینجا داره میفته و این کیسه سوراخ شد و جمع شد. اما من توی همون کیسه میام آب میریزم، ببینم شعله آتیش کیسه رو پاره میکنه، ذوب میکنه و آب رو بیرون میریزه یا نه. نگاه کنیم. من این کیسه رو میگیرم روی آتیش، میذارم بمونه. ببینید که هیچ اتفاقی واسه کیسه نمیفته. یعنی نه سوراخ میشه، نه آب بیرون میریزه و نه جمع میشه. تنها اتفاقی که واسش میفته یه خورده سیاه میشه و دوده روش میگیره که اونم یه انگوش بکشی پاک میشه. اما دلیل این اتفاق چیه؟ توی فیزیک ما یه بحثی داریم به اسم ظرفیت گرمایی. یعنی یه ماده چقدر گرما لازم داره تا دماش 1 درجه بره بالا. وقتی که من آب میریزم توی کیسه پلاستیکی، گرمای آتیش اول میره سراغ آب تا دمای آب رو بتونه ببره بالا. به خاطر همین این گرما کیسه پلاستیکی رو ذوب نمیکنه، چون اصلا به این نمیرسه، مستقیم میره سراغ آب. به خاطر همینه که کوهنوردا یا طبیعتگردا توی بطری‌های پلاستیکی میتونن آب رو به جوش بیارن، در حالی که همون بطری پلاستیکی اگه خالی باشه توسط آتیش ذوب میشه.